حمله کردی به طباخی. به من توضیح بده چی شد؟ من رفتم اونجا غذا بخورم، یه بنده خدایی بدون نوبت من بود رفت داخل. اون بنده خدا رو زدی یا بقیه رو زدی؟ اون بنده خدا اومد منو زد. اون حمله کرد به منو هول داد، خوردم زمین. بعد اومد چرا فیلم که دروغ نمیگه؟ در فیلم شما حمله میکنی اون فرار میکنه، اون که میره یه کاری به تو نداره. بعد مغازه‌دارا میان بیرون درگیر. مغازه‌دارا از شما خواهش کردن که درگیر نشید. من مغازه‌دارا معذرت میخوام، زن و بچه مردم اونجا بودن، درسته؟ من همه معذرت میخوام، اشتباه کردم. نه با من صحبت کن، با غلط کردن درست نمیشه. درسته؟ زن و بچه مردم اونجا نشسته بودن صبح نمی‌خوردن. درسته؟ من داخل ندیدم ولی بله. درسته؟ بله. خب بعد شما چیکار کردی؟ با قمه حمله کردی. درسته؟ بله. چند نفر مجروح شدن؟ 3 نفر. میدونی 4 نفر رو زدی، 2 تاشون از کار افتادگی اعضای بدن پیدا کردن، یعنی دست یا کتف. درسته؟ میشه من بگی گناه اینا چی بود؟ من چون چیکار کرده بودن؟ اعصاب داشتم، ضربه خورده بود سرم دیگه. اگه کسی از اعضای خانواده‌ات اینطوری بزنن برخورد خودت چیه؟ حرف بزن من بفهمم. فقط میتونم ازش طلب بخشش کنم. طلب بخشش کنی. هر غلطی بکنی و بخشش بخوای مگه میشه؟ خب سرت چی شده؟ سرم هم تو همینه. زدی؟ تو همینه. خودت زدی؟ جان. ها چی شده؟ خودم تیر خورده. تیر خورده؟ بله. مامورین شما موقع دستگیری من با تیر زدن. موقع دستگیری شما رو تیر زدن؟ بله. گلوله در اومده خود یا نه؟ نه هنوز داخل پام. گلوله نمیخواد در بیاد. کار برداشتن. اومدن اول شیشه ها ریختن پایین. باز من ازشون خواهش کردم که درگیر نشید برید. دیگه من از ایشون هر کاری کردم اون همراهم داشتم. حالا این دست من از اینجا قطع تاندون شد. از این قسمت هم قطع تاندون شد. چون برادر هستی. برادرم صورتش رو این تصویرم مال شماست درسته؟ تصویر قبل‌ترش رو باز دارید می‌بینید که به همین شکل بوده. ایشون زمانی که در بیمارستان بوده. دست من نشون بدید.